در دنیا به همین یک زن 70 سال 80 سال تا سپری میکنی میگذره میرود، لیکن در جنت خداوند برای هر یک مرد 72 زن، 72 حور و 80,000 خدمتگار میدهد. الله اکبر. این بهترین نعمت است، به خدا قسم بهترین نعمت است که برای هر یک مردی که در دنیا عبادت خدا را کرده است 72 حور العین. برای چی میگویند؟ برای چشمای سیاه دارد. رسول اکرم گفت حورها را در جنت دیدم، مغز ساق پای اونها از بالای گوشت میتابد، اونقدر زیباست. ببین حتی مالک ابن دینار میگوید دو زنم که گیرن ممکن که در راست اونا گویند که یک باید 2 زنه است 3 زنه است، مقصد با یک چشم تحقیر و نگاه میکنند. خب حالا که در همین جامعه ما و شما، اکنون من قانون نمیدانم در قانون چگونه آمده است، در جامعه ما و شما که امروز خیلی دخترها مثال در خانه ها هستند، حتی اونا بیچاره راضی هم هستند که صاحب خانه مثال زن دوم سیوم شویم، به خاطر که همون مردهای دسترسی هستند که برای اونا خانه میخرند، برای اونا شرایط مهیا میکنند. این در نزد اسلام یگان گناهی نیست، این یگان گویم که خیانت در اسلام نیست. آن این در همین جمعیت ما و شما هست برادرایی که خواهر و اپاشون زن دوم و سیوم هست برادرایی که مثال ریزا هستن، میگن خدا را شکر مثال آدمی خوب است، میگوید برای خواهرم یا اپم خانه خریده است، فرزندای خوب دارد و دیگر آدمای با انصاف بسیارن در دنیا. به این خاطر در دنیا این فرق از همه حورای جنتی این است که در دنیا به همین یک زن 70 سال 80 سال تا سپری میکنی میگذره میرود، لیکن در جنت خداوند برای هر یک مرد 72 زن، 72 حور و 80,000 خدمتگار میدهد. الله اکبر. این بهترین نعمت است، به خدا قسم بهترین نعمت است که برای هر یک مردی که در دنیا عبادت خدا را کرده است 72 حور العین. برای چی میگویند؟ برای چشمای سیاه دارد. رسول اکرم گفت حورها را در جنت دیدم، مغز ساق پای اونها از بالای گوشت میتابد، اونقدر زیباست. ببین حتی مالک ابن دینار میگوید، از قصه این من بعد این تحلیل ها برای شما گویم. ببین فرق آن دنیا از این دنیا به چیست؟ خداوند در جنت برای شما 72 حور میدهد. دیگر فرق این است که در این دنیا با این زنها ببین دائم ما و شما جنگ و جنجال داریم، دائم ما و شما گویم کشماکشی ها داریم، دائم ما و شما را استقبال نمیگیرن، دائم ما و شما در راحت مبتلا نیستیم. لیکن با اون حورها این معامله نیست. آن حورها مردها را پرورش میکنند، مردها را به خنده و به چهره خندان استقبال میگیرند، مردها را در آغوش میگیرند. حبیب خدا میگوید شما با حورهای جنتی وقتی که یک بار نزدیک میشوین 70 سال لذت همون نزدیک شدن از وجود شما دور نمیشود. امروز جوانای ما و شما را ببین چی شکایت ها دارند. حتی زنی را که امروز با قلینگ و با مهر خریده است، این اکن جای دیگر گویم عیبش نیست، اکن جای مثال سخنرانی آمده است، حتی همون زنها در جایگاه خواب همون مرداشون راضی نمیکنند. که چندین شکایت ها برای ما آمد که حاجی التماس همین به گوش مردم رسانین، سخن شما را گوش میکنند، حتی شرط ها میمانند. فرق از حورای جنتی با این دنیا انمین است. دیگر اینکه حورهای جنتی را با قلینگ و با مال و با اسباب انجام دنیایی خریده نمی شود، فقط مهر اونها این عمل صالح است. چقدر در دنیا اگر ما و شما عملی صالح را زیاد کنیم، همون قدر چیز، همون قدر مهریه حورها برای ما و شما تهیه می شود. مالک ابن دینار میگوید، بار نگاه کردم، میگوید که یک کنیز، یک زن کنیز
خیلی خودش را آرا و تارا داده است و اطراف خود باز خدمتگارها دارد. و با او روبرو شدم و گفتم ای کنیز، قیمتی تو چند است تا که من تو را در نکاح درآورم؟ میگوید کنیز وقتی که دینار میگوید ما را دید، مالکه لقبش دینار بود، وقتی ما را دید که بسیار آدمی بی پول و بی اسباب و بی انجام که هستم، خنده کرد. گفت آخر مرا تو خریدن نمیتانی. مالک ابن دینار مطلب و مقصدش دیگر چیز بود. بعداً گفت تو خوجین داری؟ گفت بله خوجین دارم. گفت خوب میشد که من خوجین تو را میدیدم. میگوید این کنیز همراه خدمتگارها مالک ابن دینار را به همون قصر آوردند و از مالک این کنیز پرسید این کنیز تو به چند قیمت میارزد؟ گفت خودت نرخ کن، تو این خریدن نمیتونی. این احوال و این شکلی که در تو میبینم، تو آدمی دارا نمیتابی، آدمی با دولت نمیتابی. بعداً گفت من قیمتش را گذاشتم و یک مشت خرمای خاک این کنیز تو نمیارزد. که خنده کردند. گفتن چرا میخندین؟ این کنیز گو عیب دارد. گو عیباش در چیست؟ گو عیبش همین است که اگر همین عطر نزند، از بوی بدی این در نزدش نشسته نمیشود. دویم اگر دهانش گفت تمیز نکند، دهانش نشوید، از بوی دهانش در نزدش نشسته نمیشود. و دیگر اینکه اگر موی سرش اهمیت ندهد، وارد موی سری گفت همه جوک و جاندارها گو جای میگیرند. دیگر عیبی که دارد این در یک ماه حیض میبیند. دیگر عیبی که دارد این احتیاج به حاجتخانه دارد. دیگر عیبی که دارد عمرش که رفتن که گرفت پیر میشود، به حسن میشود. وقتی این سخنان از مالک شنیدن همش حیرت ماندند. کنیز پرسید مالکش آیا راست میگه؟ گفت راست میگه، اون چیزی که گفت همش حقیقت دارد. مالک گفت من برای شما مثال میارم. من برای چی گفت این سخنها را گفتم؟ به خاطر آن گفتم که این کنیز تو در برابر آن حورهایی که خداوند برای مردها در جنت آماده کرده است که اونها را از نور و از مشک و از کافور خدا آفریده است، این کنیز در راست اون حورها گفت قسم به خدا ذره قدر ندارد. اونا همچنان حسن دارند که آبی اگر دهانشان اگر در یک دریای تلخ پرتایند، آب او شیرین می شود. اگر حسن و جمال کنن و به دنیا برایند، تمام آن زیبایی در این دنیا است همگیش گو در خجالت میمانند. اگر ساقی دستش گفت نمی یک دستش اگر حورهای جنتی گفت اگر بیرون دنیا کنن، قسم به خدا گفت روشنی آفتاب گو در خجالت میمانند. پس گو این کنیز در برابر این هیچ نرخی ندارد. به این خاطر دادر عزیز معامله دنیا با حورها با این فرق میکند. از همه فرق بالاش همین است که فقط سری به جنجال داری. نه آذوقه آوردن است، نه آذوقه کشیدن است، نه جنگ و جنجال است، نه روی تروشی است، نه طلاق است، نه دیگر و دیگر است. آسوده راحت میکنی و خلاص. خدا نصیب کنه. این هفته ای که ما در دوشنبه بودیم به خاطر یک معرکه هم رفته بودیم و یک برادر خواستم در حقش دعا کنم که خیلی باور کنین در مسجد که خیلی قرضهای مبتلا بودند. قرضهای ما را خدا را شکر قریب 90% شکندند و حتی که دیروزم زنگ زدن که برای آشیانه یکم همین عمارت نو قالین ها روان کردند که مردم در بالای او خوانده و در حق ما دعا کنند. این برادر حاجی عبدالغفار از ناحیه مومن آباد دشت عرعر است که پدرشان ما یک سالهای با همراهی پدرشان هم در حج بودیم. بابای رحمتی حاجی عمر می گفتند خدا رحمت و مغفرت کند. برادرای خوبم دارند، چه برادر حاجی رجب علی و چه حاجی داوود و دیگر برادرایی که داشتند
که ما یک دو بار مهمان شدگی هستیم، از نان و آبشان هم استفاده بردیم. خداوند این اهل عائله را از همه آفات در حفظ امانش نگه دارد و خداوند این گونه غیرتی که در این برادر بود و برای این مسجد ما و شما کمک کردند، نه اولا برای جان خودشان کردند، برای فایده جان خودشان کردند، و دوم اینکه خدا را شکر این همت خدا برای این برادر نصیب کرده است. همون حدیث رسول اکرم که ما من عبد یصبح فیه الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعطی ممسکا تلفا. حبیب خدا گفتند دو ملائک هر روز از آسمان ندا میکرده است، آن کسانی که خیر احسان میکنند دعا میکرده است خدایا در عوض خراجات کردگیش باز برای این بنده خود مال نصیب کن. و اون ملائک دیگر، اون شخصان دولتدار و مالداری که خیر احسان میکنند دعا میکرده است که خداوند مال و ملکش تلف ده، مال و ملکش از دستش بگیر. از این خاطر ما هم از خداوند خواهان او هستیم که این برادر عمر دراز و تن صحت و باز هم دولت و سهولتش را زیاده گرداند، فرزنداش توفیق و هدایت نصیب و روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. یک سوال آخران جواب میگویم و همین ان شاء الله جمعه آینده اطراف قصه های حضرت علی من برای شما صحبت میکنم. داملا السلام علیکم. سوال دارم، آیا شستن مرده از زنده به چی فرق میکند؟ شستن مرده از زنده به چی فرق میکند؟ من این سوال در کتاب خلاصه الفتوا کافته یافتم که فرقش همین بود است که آدم مرده مزمزه و استنشاق ندارد. مثلا چگونه آدم زنده آب در بینی میگیریم، آب در دهان میگیریم، آدم مرده ندارد، فقط مسح بالای دهان و بینی او میکنیم. دوم در فتاوای خلاصه میآید که آدم وقتی جنوب میشود اول دستهاش میشوید، لیکن برای آدم مرده این است که اول روی وی شسته شود. سیوم میگوید مرده را در حالت شستن وقتی وضو می‌داریم ما و شما در برابر وضو پایهاش میشوییم، لیکن آدم جنوب وقتی که غسل میکند پایها را بعدی آوازی کردن میشوید. چهارم فرق این بود است که آدم مرده را مسح سر نمیکشند و آدم که وقتی در جنابت مبتلا شود میگوید در ظاهر روایت این است که باید موی سرش مسح کشد به خاطر نماز خواندن. این بود است فرق بین این شستن مرده و شستن آدم زنده. لیکن یک چیز فراموش نکنیم برادر عزیز، مرده‌شویی دعا ندارد، مرده‌شویی یگان آیت خوانی ندارد. ولی بسیاری مردم ما در حالت مرده‌شویی آیت قرآن میخوانند، گناهگار میشویم. آیت قرآن نزد مرده شستن وجود ندارد دادرای عزیز. ببین حتی اطراف در بالای قبرش خواندن آیت اینقدر کشاکش شد، اینقدر گویم بعضی هاش به خواندن و بعضی هاش به نخواندن رفتن. آیا کجا دیگر بالای مرده عریانی که آیت قرآن میخوانند؟ به این خاطر بالای مرده را شستند آیت قرآن کلا نخوانید که گناهگار میشوید. لیکن وقتی اگر میخواین یگان چی گوین و بسم الله الرحمن الرحیم آغازش کنین، همین بس از کفایت میکند. یا اینکه در راست هر یک دست و پای او دعا کنید خداوند آن گناهایی که از دست او صادر شد، از پای او صادر شد، از چشم او صادر شد، خدایا مغفرت کن، بس از کفایت میکنه. یک چیز. دوم چیز، مرده وقتی که وارد قبر شد در مردم ما و شما عادت است، بعد پشاکای وی میشویه. همین هم از اسلام نیست. در همین خنوکی نمیدونم برادرها همینجا باشن نباشن، یک برادر از دنیا گذشت تا پلتاهایی که نوان پلتاهاش میشوید. در کجا قاقش میکنی؟ اینقدر مشقت در کجاست؟ برای چی در کار است؟ یا ما و شما یک چیز در ذهن من جای کردیم که حتمی پشاک های همون مرده را مرده‌شوی هم میدین، تمام، گویا که دیگر آدم پوشیدنش درست نباشد. آخه تد میگذرد، برادرت میگذرد، پشاکای وای برای شما درست است. همون مرده‌شوی 50 سومای 100 سومای راضیش کنین نمیشه. چردیس که لباسای او را دیه بگذار همون لباسا را بچه‌هاش پوشن، زنک باشد دختراش پوشن، دادراش پوشن، او یگان گناه ندارد لباسی او. یا لباسی او را شستن هم شرط ضرور نیست.
اما کدامش شرک باشد خشوین برای پوشیدن خود صدقش میکنین خود خودتان در اولادتان میپوشین باکی ندارد. این چیزهای بیهوده را در میانه سرتان جای نکنید. بعد دک سفید کنی سر میشود و بعد لباس شویی سر میشه. همه اینا خرافاتن، همه اینا اساس یگان باور کردیم یگان اساسای علمی ندارند. کردینم از اسلام نگوییم، فقط گوییم که این از پیش خودم میکنم. از اسلام اینا را در اسلام وابستگی نکنید. نه دک سفید کنید، نه دک سیاه کردن است، نه لباس شستن است. هیچ کدام این در کتاب‌های خدا و پیغمبر وجود ندارد. و این همه اینا مشقتند.